جوانی با اخلاق نیک سیرتی بود، اما فقیر. با دختری ثروتمند دل می‌بندد، عاشق می‌شود. خلاصه هر دو یکدیگر را بسیار دوست می‌دارند و روزی فرصت می‌رسد که جوان به خواستگاری دختر می‌رود. زمانی که جوان به خواستگاری می‌رود، پدر دختر رو به جوان می‌کند و می‌گوید: نه، تو فقیر هستی. دختری من طاقت رنج و سختی را ندارد، پس من دخترم را به تو نمی‌دهم. می‌دانید عزیزان، جوان چیزی نمی‌گوید. جوان سرخم از خانه برآمده می‌رود. روزی دیگر، یعنی پاگذشت روزها، یک جوانی ثروتمند اما بد اخلاق به خواستگاری دختر می آید. بدون یگان فکر پدر رازیگی می دهد، یعنی به نکاح آنها موافقت می کند و در مورد اخلاق جوان بد اخلاق می گوید: امیدوارم که خدا او را هدایت می کند. پس از شنیدن این سخنها دختر با چشمانی پر از اشک سوی پدر نگاه میکند، میگوید: پدر جان، آیا خدایی که هدایت میکند از خدایی که روزی میدهد یگان فرقی دارد؟ آیا خدایی که به نهمان دولت داد، ثروت داد، بایگری داد، به نمون جوانی فقیر نمیدهد؟ پس از شنیدن همین سخنها پدر بسیار پشیمانی میخورد. درست است عزیزان دل که امروز بسیاری از پدران، من میدونم همه پدر مادر فرزند خود را دوست می‌دارد، زندگی خوب داشتنش را آرزو می‌کند. زندگی خوب داشتن معنای آن ندارد که پول داشته باشد، ثروتمند باشد. بخت همه وقت در جای اول می‌ایستد. باشد که دختر به خاندان شوهر رود و هر دو یک جای ثروتمند شوند. این به از آن است که به خانه ثروتمند رود و غلام باشد.